سلام، اینم یک دانستنی جدید. ایکولای یه باکتری خطرناکه که میتونه مسمومیت غذایی و عفونت‌های جدی بده. تحقیق روی 600 سگ خونگی نشون داد مهمترین عامل وجود ایکولای مقاوم تغذیه با گوشت خامه، چون گوشت خام معمولاً آلوده است و وقتی به سگ داده میشه هم خودش آلوده میشه هم صاحبش در معرض خطر قرار میگیره. راه حل ساده است، یا غذای آماده و فرآورده شده بدین یا گوشت رو حتما بپزین. این کار کمک میکنه جلوی گسترش مقاومت آنتیبیوتیکی گرفته بشه، مشکلی که الان یک بحران جهانی شده.